جناب دکتر جلالی اجازه می‌فرمایید که بریم یک رفت آمد رسانه‌ای داشته باشیم، بریم یک میان برنامه روانشناسی لبخند رو در محضرتون ببینیم. باز می‌گردیم در محضر شما و آقای دکتر میهمان گرامی برنامه. ما همچنان دست به سینه، من بنده روبروی شما هستم. بینندگان جان، از اشکالات فنی که پیش اومده صمیمانه پوزش میخوام. فکر میکنم اگر همکارانم اعلام آمادگی بکنن سر میچرخونیم به ادامه برنامه. بفرمایید آقای دکتر جلالی عزیز. خیلی معذرت میخوام. عرض می‌کردم که سلامت روانی همونطور که در